یه توضیح راجع به آی پی ها بدم. اینو پاک کنم. خب پوشش اینجا. آی پی ها گفتیم میشن اینترنت. یه چیزی یادم رفت. خدا کنه برگرده آخرش. اینجا من چیزی یادم رفت بگم. ببین این جریانی که داره اتفاق میفته، یه چیزی که یادم رفت بگم اینه که بحث فیلترینگ این وسط چجوریه. اینم بگم که در جریان باشه. ما تو ایران الان دو تا فیلترینگ داریم. دو حالت. چی و چیه؟ چه؟ برای آیفون بشه آی پی. خب من یه تیکش رو پاک کنم. ببینید الان میگم این رو کدارم پاک کنم. فرض کن 200 بوده، ریسپانسش هم درست بوده دیگه. خب ببینید ما داخل ایران دو دسته فیلتر داریم. یه دسته اینه که خود ایران ما رو بسته، نمیتونیم بریم یه سایت رو باز کنیم، مثل یوتیوب مثلا ایران ما رو بسته وگرنه اون بازه. یه دسته اینه که اونا میفهمن ایرانی ما رو نمیذارن بریم داخلش. بله پس شد دو دسته. یه دسته آره همین بگم. تو دسته اول که ایران تو رو بسته، فیلترینگی که اتفاق میفته قرمزش کنم، اتفاقی میفته اینجا اتفاق میفته. وقتی ایران تو رو ببنده، مثلا یوتیوب رو نتونی باز کنی، نمیذاره ریکوستت حتی برسه به سرور یوتیوب. خب میاد میفهمه، چون آی پی ها گفتم آی پی ها میفهمه. آی پی ها معلومه واسه کدوم کشوره، هر کشور آی پی رنج خودشو داره. میفهمه آی پی ایرانه، آی پی ایران هم خود ایران بسته که به یوتیوب سرورش نره و اینجا به شما جلوتو میگیره، نمیتونی حتی ریکوست بزنی. خب این یه مورد. وقتی اونا ما رو ببندن، من از ایران میتونم با آی پی ایرانم ریکوست بزنم، اینجا بازه. این میاد تو خودش میفهمه این ایرانیه، ریسپانس بد نمیده. حالا خب پس این شد سمت ایران، این شد سمت اونا. خب حالا چجوری دورش میزنیم؟ شما میای وی پی ان استفاده میکنید. وی پی ان اینجوریه که وی پی ان یه سروره. یه سرور شما وقتی وی پی ان میذاری گوشی دکمه کانکت رو میزنی، دست شما داری وصل میشی به یه دونه سرور، یه سروری به اسم وی پی ان. خب یعنی عملا شما این اتفاق واسط میفته. مثلا فرض کن من میخوام برم یوتیوب. قبل اینکه برم به یوتیوب، اتفاقی که میفته این وسط یه شاخه باز میشه. اول میاد میره داخل این وی پی انه، یعنی ریکوست من میاد میره داخل این وی پی انه، سرور وی پی ان آی پی ایران رو میگیره، به شما یه آی پی چی میده؟ مثلا شما میدم جرمنی میده. حالا چیش درست نشد ای بابا. مثلا به شما آی پی آلمان رو میده. خب این آی پی آلمانه میاد ادامه ریکوست رو میده. حالا اوکی. و دیگه چون آلمان هم هستی، این عملا اینم میره یه جوری کنار دیگه، چون مثلا به آلمان تحریم نیست جوابشو میدن. خب پس شما وقتی وی پی ان میزنید اتفاق میفته، آی پی میاد میره داخل وی پی ان، سرور وی پی ان تبدیل به یه آی پی خارجی میشه. آی پی خارجی میره ریکوست میزنه. خب به قدر همینه که مثلا سرعت تو خیلی میاد پایین، چون شما داری انگار دور جهان رو میچرخی که بدی مثلا به یوتیوب. شما بعد اول مثلا برید به آلمان آی پی عوض شه، دوباره بری به یوتیوب، مثلا بعد یه فاصله بیشتری بری. بعد همین سرعتت میاد پایین، سخت باز میشه اینطورا. اینم گفتم بگم بحث فیلترینگ. خب حالا پاک کنیم. خب حالا آی پی ها که مخفف اینترنت پروتکل بود، یه سری رنج دارن، یه سری کلاس دارن. کلاس A آی پی ها آی پی هستن که از عدد 1 شروع میشن تا 126. آی پی کلاس B از 127 هستش تا 191
IP کلاس C از 192 هستش تا 223. IP های کلاس دیگه هم من 3 تا کلاس هستش ایناست. الان با توجه به این منظور اگه من بیام اینجا سرچ بزنم What is my IP سیستم من الان ایشون رو من میگه. IP سیستم من 5747432 هستش و تهرانم. میبینی فهمید ایرانم. باشه این معلومه تو کجایی هستی. خب 5 الان میشه کلاس چند؟ ای بله اینا کلاس بندی دارن. مثلا 192 خیلیاتون دیدین کلاس بندی داره و اینا. ما یه IP داریم. این IP رو حتما بلد باشید. IP 127.0.0.1 این یه IPه. تو کلاس چی میشه؟ کلاس بیه. خب 127.0.0.1 بهش اسم IPش هست IP لوکال یا IP لوپ بک هم بهش میگن لوپ. خب این IP چیه؟ تمام سیستم‌های شما، تمام سیستماتون همین که جلوتونه خونه، لپتاپ، همه‌شون این IP رو دارن. IP لوکال محلیه. خب شما وقتی داری طراحی سایت میکنی، الان که هاست نداری، الان که سرور نداری، تو داری الان طراحی رو شروع میکنی، ممکنه 1 ماه 2 ماه یا 1 سال طراحی طول بکشه دیگه. الان نیازی نداری بری هاست بخری. هاست رو میزنن آخرین مرحله، دامنه رو آخرین مرحله میخری، فقط بیاری بالا سایتو. الان تو داری طراحی رو شروع میکنی. خب آقا من طراحی رو شروع کردم، خروجیمو رو چی ببینم؟ ما خروجیمو تو کروم میبینیم، ولی خب این بالا چی میزنه؟ من که آدرس URL ندارم. این بالا ما از این IP استفاده میکنیم. IP لوکال سیستم. همه سیستم‌ها اینو دارن. حالا میگم چه جوری هم ران میشه و اجرا میشه. ما روی این IP خروجی پروژه‌مون رو میبینیم. بهش میگن لوکال هاست. اوکیه؟ این IP هم بلد بشه 127.0.0.1. این هم از IP لوکال هاست. اوکیه. برگردیم بریم این ضبط میکنه. خب راجع به اینسپکت هم که صحبت کردیم، گفتیم داخل هر سایتی که شما هستی کافیه کلیک راست کنی گزینه اینسپکت. توضیحش راجبش بهتون قشنگ دادم دیگه که راجع به چیا هست، HTML ها، CSS ها، جاوا اسکریپت، کنسولش، سورسام، اپلیکیشن که ولش کن، نتورک. یه شورتکات هم ایشون داره. گفتم موس رو بذار اونور دیگه. شورتکاتی که این صفحه واسط باز بشه F12 است. F12 رو بزنی میاد، F12 رو بزنی میره. حالا میتونید استفاده کنید. در کنار اینسپکت، یعنی من اینجا بنویسم ما یه اینسپکت هم که داریم، شورتکاتش هم F12 هستش. در کنار اینسپکت ما چیزی که داریم، یک چیزی داریم به اسم source page. تمام سایت ها چیزی دارن مثل source page شورتکاتش کنترل U هستش. خب یعنی شما داخل یه سایتی هستی، بذار دیجیکالا این کار نکنم، مثلا ایران سه، بعد به دیجیکالا میرسیم چون نکته داره، فارسیش کنیم ایران سه. داخل هر سایتی که هستی F12 که اینسپکتش بود هیچ. اگه داخل هر سایتی هستی کلیک راست کنی و ویو پی سورس رو بزنی یا گفتم شورتکات کنترل یو رو که بزنی، یه صفحه این شکلی واسط میاد. این صفحه سورس کد اون سایت مورد نظرته. این به چه دردی میخوره؟ نکن اینا همه چی ان HTML هم میبینی؟ با همه اینا آشنا میشید. همه اینا HTML هستن. خب تمامشون HTML هم. این به چه دردی میخوره؟ این صفحه به درد SEO سایت شما میخوره. SEO چی بود؟ ما بحث مثل
سئو یعنی این که آقا من سایتم تو سرچ گوگل بیاد بالا قرار بگیره. آقا شما میای داخل گوگل یهو حالا هوس میگم استنفورد میاد بالا، مثلا میخوای یه دونه شلوار بخری، میگی شلوار مردانه، حالا مردانه لی کلاسیک میزنی. خب میای پایین، چی میشه که این سایت شاپینو اوله، بعدش سایت ایمالز دومه، بعد چه میدونم این سومه، با سلام بعدشه، بعد تو رو بعد دیجیکالاست. خب چیه که اینا اومدن بالاتر؟ شما به عنوان یک کاربر باشی بخوای شلوار مثلا بخری، به عنوان یک کاربر واقعا دیگه در حد سایت سوم چهارم خریدتون میکنی دیگه. هیچ وقت کاربر نمیاد سرچ بزنه شلوار مردانه بعد بیاد پایین بگه نه این سایت ها چیه، بیاد پایین بره صفحه دهم گوگل تازه سایت رو باز کنه. کسی این کار نمیکنه دیگه. به عنوان کاربر شما همیشه صفحه اول، مثلا اولیا باشی، شانس خرید ازت بیشتره. خب اینی که شما چجوری بیا این صفحه قرار بگیری، این کار سئوه و حالا علم خودش هم داره، من کاری با سئو ندارم. حالا یه چیزایی راجع به سئو تو بحث طراحی سایت میگم یه تگ‌های مخصوص داریم، ولی اصلش رو سئو کار بعد کلاسای سئو داره. ولی این که این میاد صفحه اول چی میشه؟ اینو سئو بهش میگن. این سئوش بالاتره، واسه شلوار کلاسیک اومد بالا. خب این سئو رو کی معلوم میکنه؟ گوگل آدمه میاد معلوم میکنه؟ نه، ربات های گوگل یه سری ربات داره. این ربات تو اینترنت ولن، سایت ها رو همه رو میرن زیر نظر، همه رو میرن پروسس میکنن، سئو ها رو میرن چک میکنن، بهش یه امتیازی میدن، میان تو رتبه بندی های سئو، میان تو رتبه بندی های پیجا. درسته؟ خب این ربات های گوگل زبون آدم میفهمن؟ نه. پس از کجا به ما سئو میدن؟ از این سطح، از سورس پیج سایت شما به شما سئو میدن. یعنی ربات گوگل میاد این سایت رو شروع میکنه به خوندن، HTML رو میفهمه، CSS رو میفهمه، میفهمه که آقا سایت شما خب سئوش رعایت کرده، تگ‌ها رو درست باز کرده، تگ‌های درست استفاده کرده، همه چیز تر و تمیزه. سایت شما شلوار میفروشه، شلوار کلاسیک هم میفروشه، استفاده کردی این تو از کلماتش. پس تو سرچ گوگل من تو رو میارم بالاتر. اوکی؟ پس این صفحه رو میبینه. حالا پس ببینید کنترل یو میزنید این صفحه به چه دردی میخوره دیگه. این مثلا سئو و ربات‌های گوگله. حالا ببینیم دیجیکالا، این مثلا ایرانسل بود. حالا من میبندم ببین دیجیکالا بزنیم، کنترل یو بزنیم، سورسش بیاد، به نظر تو چه شکلیه؟ داره اصلا سورس؟ خالیه. یه خط کنم. دیجیکالا چرا خالیه به نظرتون؟ پس سئو چجوری داره میگیره؟ قوله مثلا ایران، حتی آپارات هم ببینیم. آپارات چی؟ دلوچه کنترل یو، اینم خالیه. این صفحه فقط مختص سئوه، الان سئو تو نمیگیری. نه آپارات داره سئو میگیره، نه دیجیکالا. ایرانسل درست بود داشت. این دوتا چرا ندارم؟ نظری نداریم. این نکته که وجود داره اینو بدونید همیشه. دیجیکالا و آپارات سایت هایی هستن که با فریم ورک ریاکت نوشته شده. ریاکت به شما سئو نمیده. ریاکت سایت رو بنویسی کنترل یو بگیری خالیه. پس اگر روش اینا یکی از روشایی که بفهمی که یک سایتی ریاکت یا نه، اینکه کنترل یو بگیر، اگه خالی بود یعنی ریاکت. اوکی؟ دیجیکالا با فیلم و با ریاکت نوشته شده. خب یکی میگه آقا این خالیه پس چجوری سئو میگیره؟ بعد شما یک سایت با ریاکت مینویسی، حتما باید کنارش برای سئوش چیزی بلد باشی به اسم Next.js.
خب Next.js مختص ریاکت و واسه این اومده کنار ریاکت بتونه براش چیزشو هندل کنه، سئو سایت های ریاکتی با نکس هندل میشه، ولی خود ریاکت رو شما کنترل یو بگیری سئوش یعنی خالیه کنترل یوش. حله فقطش همین. یک ابزاری هست، اینو حتما رو سیستماتون نصب بکنید. یه اکستنشن کروم داره، برای نصب اکستنشن این 3 نقطه رو میزنی، یه صفحه که واسه 3 نقطه رو که میزنی قسمت اکستنشن منیج اکستنشن رو میزنی، توی این صفحه که اومدی میای قسمت کروم وب استور اینم میزنی، این صفحه واسط میاد. یک اکستنشنی کروم داره، اینو حتما نصب کنید به اسم وبلایزر. فکرش اشتباه نوشتم و فکر کنم یه پی و بالای زر 2 تا پی داشت. ایشون وبلایزر رو که ایشون باشن نصب کنید، میزنید روش اد تو کروم رو میزنی وای میسی تا نصب بشه، میگه ادش کن، میگه باشه، داره میره اد شه، وایسیم تا اد شه. خب بس شد. وقتی که نصب بشه این بالای جایی که آدرس میزنید یک عکس پازل میاد، اینو که بزنید این آشش وبلایزر، اینو بزن پین شه، میاد این بالا میچسبه، این بالا پین میشه. این چی کار میکنه؟ این ابزار کاری که میکنه، شما وارد هر سایتی بشی میاد سایت رو آنالیز میکنه، بهت میاد میگه این سایت رو با چه زبانی زدن، بک‌اندش چیه، فرانتش چیه، فریم ورکاش چیه، همه رو بهت ریز به ریز میگه. الان دیجیکارا نکن، یه رفرش میکنم اینجا نکن چه اتفاقی میفته. الان بغل وبلایزر باید عدد بیفته، نکن شد 6 تا 12 تا. خب اوکی، بازش میکنی بهت میاد میگه ریاکت جاوا اسکریپت فریم ورک ریاکت نکست واسه اینه که هندل کرده، گفتم نکست واسه هندل کردن سه باشه، پس همیشه ریاکت با نکست با هم میان. خب بک‌اندش با چیه؟ بک‌اندش نود جی اس، دیجیکالا با نود جی اس نوشته شده، فرانتش ریاکته. بیایم یه خورده پایین، تلوین، گفتم به دو یاد میگیرید. تلوین الان پشت رو بورس سی اس اس، این سی اس اس هایی که اینجا دارید میبینید با تلوین زده، یو آی فریم ورکش تلوینه، نه همه رو ولی از تلوین کمک زیادی گرفته و مواد دیگه رو دیگه خیلی کاری باش نداریم. بریم آپارات چجوریه، یه رفرش. بازش میکنیم. آپارات هم با ریاکت، بک‌اندشو نگفته با چیه، مثلا این خود اطلاعات بعضی موقع این کلا خیلی نمیتونه خوب آنالیز کنه ولی یه چیزایی درست میگه. مثلا این داره میگه اینه ایرانسل با چیه، او ایرانسل اینها فکر می‌کنی با چیه ایرانسل، ریاکت که نیست دیگه، چی میتونه باشه؟ ایرانسل با چیه؟ نظری نداری؟ چی؟ ایرانسل با وردپرس. بله. همین فقط ریاکت چیزه. آره دیگه ریاکت خالیه. خب ایشون وردپرسه، آماده، قالب آماده. واقعا این برنامه‌نویسی حساب نمیشه دیگه، قالب آماده است. فقط تو میای میکشی میذاری تو صفحه. مثلا وردپرس نری، شما داری برنامه‌نویسی یاد میگیری دیگه، وردپرس برید چیز علکیه. شما بعد وردپرس میتونی بنویسی. اصلا وردپرس علمی هم نداره. آماده است دیگه، یه بچه مثلا 15 سالم میتونه بنویسه. 10 سالم میتونه بنویسه.
بک‌اندش هم PHP. چرا PHP؟ چون وردپرس با PHP نوشته شده. واقعا همین PHP هم بک‌اندته و یه همینا. حله. خب الان یه دور سیستماتون رو وصل میکنم، یه دور اپلایزر رو نصب کنید رو سیستماتون، بعد تو دیجیکالا اینا تستش کنید، بعدش هم یه استراحت بریم، بعد بریم دیگه وارد مبحث دیگه میشیم. تا الان هرچی گفتم اولیه مقدمه بود، بعد دیگه میریم وارد مبحث بعد استراحت.